رسول خدا صلی الله علیه و سلم با 313 تن از مسلمانان آماده عزیمت به بدر شدند. از این میان 82 تن از مهاجرین، 61 تن از قبیله اوس و 170 تن از قبیله خزرج بودند که به انصاریان نیز مشهورند. پیامبر اکرم با نبود امکانات جنگی مواجه بودند و در این نبرد از حدود 2 اسب، 70 شتر که از هر شتر 3 نفر استفاده می کردند در طول راه و شتر سواری رسول الله علی و مرصد نیز یکی بود که به نوبت سوار آن می شدند. پیامبر اکرم به انگام عزیمت از مدینه ابن مکتوم را جانشین خود قرار دادند و به او گفتند که نماز را با جماعت بپا دارد و ابوالبابه بن عبدالمنذر را بازگردانیدند و او را والی مدینه قرار دادند. لوای فرماندهی محل لشکر را برای مصعب بن عمیر که بیرقشان سفید رنگ بود و از آن زمان تا به حال بیرق لشکر اسلام سفید رنگ است و بعداً لشکر را به 2 گردان تقسیم کردند. گردان مهاجرین که پرچم آن را به دست علی ابن ابی طالب دادند و این گردان عقاب نام داشت. گردان انصار که پرچم آن را به دست سعد بن معاذ دادند. هر 2 گردان هم مهاجرین و هم انصار دارای پرچم سیاه رنگ بودند. فرماندهی جناح راست را به زبیر بن عوام و فرماندهی جناح چپ را به مقداد بن عمرو دادند. چنان که گفتیم تنها این 2 تن بودند از امرهان پیامبر اکرم که بر اسب سوار بودند و فرماندهی میانه لشکر را به قیس بن سعسعه واگذار کردند و فرماندهی کل لشکر یعنی به عنوان فرمانده کل قوا را شخصاً بر عهده گرفتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این لشکر نچندان آماده از حدود مدینه گذشتند و جاده اصلی مدینه به مکه را پیش گرفتند تا به روحا رسیدند. اما در این طرف یعنی لشکر مشرکان یا مکه در آغاز حرکت لشکر برای رویارویی با مسلمانان شمار جنگجویان این لشکر به تعداد 1300 تن بود که شامل 100 اسب تازی، 600 زره، اشتران راهوار فراوان که شمارشان مشخص نبود همراه آنان بود که بعداً تعداد لشکرشان به 1000 نفر کاهش یافت و فرمانده کل لشکر ابو جهل بن هشام بود. مسئول پشتیبانی و تدارکات لشکر 9 تن از اشراف قریش بودند که به سرمستی و غرور شروع به حرکت کردند. مکیان خانه و کاشانه خود را ترک کردند و عازم نبرد شدند، چنان که خداوند در این باره می فرماید از روی سرکشی و خودنمایی و به منظور بستن راه خدا. و چنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند با تمامی توان و امکانشان برای خصومت با خدا و رسول خدا آماده شدند. با حمیت و خشم و کینه نسبت به رسول خدا و اصحاب آن حضرت که چگونه اینان جرأت کردند به کاروانهایشان حمله کنند. عوامل اکتشافی اطلاعاتی لشکر مدینه برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم که همچنان عازم وادی بدر بودند اخبار رهایی کاروان و عزیمت لشکر مکیان را یک جا آوردند. رسول خدا پس از تأمل در چند و چون آن اخبار به قطع و یقین دریافتند که راهی برای پرهیز از یک نبرد خونین باقی نمانده است و ناگزیر باید اقدامی مبنی بر شجاعت و شهامت و گستاخی و جسارت فراوان صورت بگیرد. بی تردید اگر لشکر مکه به حال خود وانهاده شوند و آنان در منطقه جولان بدهند موقعیت نظامی قریش تقویت خواهد شد و با این ترتیب سلطه سیاسی قریش تثبیت خواهد گردید، اما موقعیت مسلمانان به عکس تضعیف خواهد شد و مورد اهانت قرار خواهد گرفت. حتی ممکن است از آن پس نهضت اسلامی به صورت کالبودی بیجان در آید و هر که در آن منطقه کینه و خشمی نسبت به اسلام داشته باشد بر شرارت خیش گستاخ خواهد گردید. بنابراین اگر لشکر مدینه کوچکترین کوتاهی را از خود نشان بدهد آثار زیانباری بر هیبت و آبروی مسلمانان بر جای خواهد نهاد. با توجه به تحولات مهم و ناگهانی اخیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم نخستین جلسه شورای عالی فرماندهی را در تاریخ اسلام تشکیل دادند و وضعیت موجود را برای یاران و همراهانشان توضیح دادند و با فرماندهان و دیگر رزمندگان لشکر خویش تبادل نظر کردند. گروهی از آنان دلهایشان به لرزه درآمد و ترس و هراس از بابت امکان کارزاری خونین بر وجود آنان غالب گردید. اینان همان کسانی بودند که خداوند درباره آنان چنین فرمود: چنان که تو را خدای تو از خانه‌ات راستی و درستی بیرون آورده و عازم نبرد گردانیده بود،
اما گروهی از مسلمانان عزیمت تو را خوش نداشتند. با تو درباره حق و حقیقتی که از هر نظر آشکار است به چون و چرا میپردازند. گویی دارند آنان را به کشتارگاه میبرند. این چنین مینگرند. اما فرماندهان لشکر ابوبکر صدیق از جای برخاست و سخنان زیبنده گفت. آنگاه عمر ابن خطاب از جای برخاست و سخنانی زیبنده گفت. آنگاه مقداد بن عمرو از جای برخیست و گفت ای رسول خدا، به همان سویی که خداوند به شما نشان میدهد پیش بروید. ما با شماییم، به خدا ما با شما نخواهیم گفت، چنان که بنی اسرائیل به موسی گفتند. این فرماندهان عرصه از مهاجرین بودند که اقلیتی را در لشکر تشکیل میدادند. رسول خدا دوست می داشتند که نظر فرماندهان انصار را نیز بدانند، زیرا اکثریت لشکر را آنها تشکیل میدادند و سنگینی بار جنگ بیشتر بر دوش آنها بود. و سعد بن معاذ به نمایندگی از همه انصاریان مشوره نیکی داد. زمانی که مشرکان از راه رسیدند و طرفین رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوندا، این طوایف قریشند که با دنیای از غرور و کبر و ناز آمده اند تا با تو بستیزند، فرستاده تو را تکذیب کنند. خداوندا دیگر آن پیروزی را که نویدش را به من داده ای برسان. خداوندا همین امروز صبح کارشان را یکسره فرما. رسول خدا صفوف مسلمانان را شروع به تنظیم کردند و وقتی از آراستن صفوف لشکر اسلام خارج شدند، فرمانی خطاب به لشکر صادر کردند که به نبرد آغاز نکنند تا فرمان بعدی آن حضرت برسد. آنگاه لشکریان را در امر جنگ راهنمایی‌های ویژه‌ای فرمودند، مبنی بر این که وقتی به شما نزدیک شدند به آنان تیراندازی کنید و تیرهایتان را صرفه‌جویی کنید. شمشیرهایتان را نیز نکشید تا وقتی که با شما گلاویز شدند. آنگاه به اتفاق ابوبکر به مقر خود بازگشتند و سعد بن معاذ با فوج از پاسداران مخصوص بر ستاد فرماندهی به گشت زنی و نگهبانی مشغول شدند. لحظه رو در روی فرا رسید و هر دو گروه مقابل هم ایستاده شدند. 3 نفر از مشرکان از جمله ربیعه، شیبه و ولید پیش آمدند و رسول خدا خطاب به عبیده، حمزه و علی گفتند پیش بروید. آنها از جای برخاستند و به سراغ آن 3 تن رفتند. عبیده که بزرگتر بود پیش رفت و با عتبه بن ربیعه درگیر شد. حمزه نیز با شیبه و علی با ولید درگیر شدند. حمزه و علی همرزمانشان را مهلت ندادند و در جا کشتند. اما عبیده با همرزمش 2 ضربه را داد و ستود کردند و هر دو یکدیگر را خونالود گردانیدند. علی و حمزه نیز بر سر و عتبه تاختند و او را از پای در آوردند. سرنوشت این جنگ تنگ به تنگ برای مشرکان آغاز نافرجامی بود، زیرا 3 تن از بهترین سوارکارانشان را یک جا از دست دادند. یک پارچه خشم و نفرت شدند و همزمان دست جمعی بر سر مسلمانان ریختند. مسلمانان نیز از خدای خویش یاری طلبیدند و به درگاه او استغاثه کردند و خودشان را به او سپردند و یورش‌های مشرکان را یکی پس از دیگری دریافت کردند و همچنان استوار و پایدار در مواضع خودشان پای بر جای مانده بودند و از خودشان دفاع می کردند و پیاپی خسارات سنگین بر مشرکان وارد می کردند. پیامبر گرامی اسلام از آن لحظه‌ای که صفوف رزمندگان را آراستند و سپاهیان خیش را منظم دیدند و راز و نیاز با خدای خیش مشغول شدند و پیوسته از آن پشتیبانی و پیروزی که نویدش را دریافت کرده بودند می طلبیدند و می گفتند خداوندا آن نویدی را که به من داده بودی به انجام برسان. خداوندا من وفای به عهد و تحقق وعده تو را از تو می طلبم. وقتی تنور جنگ داغ شد و گردونه جنگ به شدت به گردش افتاد و کشت و کشتار بالا گرفت و جنگ به اوج گرفت، دست به دعا برداشتند و گفتند خداوندا اگر این جماعت امروز از دست بروند دیگر کسی تو را نخواهد پرستید. خداوند متعال به فرشتگان خویش وحی رسانی. من با شما هستم، ایمان آوردگان را ثابت قدم بدارید و در دلهای کفر پیشگان ترس و وحشت خواهم افکند. و به فرستاده خویش نیز وحی فرمود من به واسطه 1000 تن از فرشتگان که پیاپی فرود آید شما را امداد خواهم کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم لحظه ای از خود بی خود شدند. آنگاه سر بلند کردند و گفتند مژده بدی ای ابابکر، این جبرئیل است که بر دندانهایش گرد و غبار نشسته است. بعداً آنگاه رسول خدا در حالی که ذره خویش را بر اندامشان می آراستند از سایبان مقر فرماندهی به بیرون آمدند و می گفتند این جماعت شکست خواهند خورد و از میدان جنگ خواهند گریخت. آنگاه مشتی سنگریزه برداشتند و رویاروی قریشیان قرار گرفتند و گفتند این چهره ها سیاه باد و به صورت آنان پاشیدند.
آن سنگریزه ها با آن که یک مشت بیشتر نبود به هر دو چشم و بینی و دهان یکایک مشرکان اصابت کرد و در ارتباط با همین رویداد خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: و تو نشانه نرفتی آنگاه که رفتی ولیکن خداوند نشانه رفت. پیامبر گرامی اسلام آخرین فرمانهایشان را خطاب به لشکر خویش مبنی بر حمله متقابل صادر فرمودند و در مقام تشویق رزمندگان به کارزار با مشرکان فرمودند: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست، امروز هر مسلمانی که با اینان کارزار کند صابرانه و مخلصانه و روی به جبهه نپشت به جبهه کشته شود، خداوند او را به بهشت در خواهد آورد. همچنین در مقام تشویق مسلمانان به نبرد با دشمنان دین و آیینشان می فرمودند: به پای خیزید و به سوی بهشتی که پهنای آن آسمان ها و زمین است راه بسپرید. فرمان پاتک و حمله متقابل زمانی از سوی پیامبر گرامی اسلام صادر شد که از شدت حملات دشمن کاسته شده بود و دشمن شور و شوق نخستین را برای مبارزه از دست داده بود. این نقشه حکیمانه و خردمندانه در تثبیت موقعیت لشکر اسلام بسیار مؤثر افتاد. مسلمانان فرمان حمله و هجوم به دشمن را دریافت کردند. هنوز تازه نفس بودند و به همین جهت یورشی سخت، پرتوان و تلخ بر دشمن بردند. صفوف دشمن را از یکدیگر می‌گسستند، گردنها را می‌زدند، به ویژه وقتی که می‌دیدند رسول خدا زره پوشیده‌اند و پیشاپیش آنان در حرکتند و هیچ کس نزدیکتر از ایشان به مشرکان نیست و با صراحت و قاطعیت می‌گویند: سیهزم الجمع و یولون الدبر. بر شدت و وحدت تهاجمشان می‌افزود. مسلمانان سخت کارزار کردند و فرشتگان نیز آنان را یاری کردند، چنان که در روایت ابن سعد از عکرمه آمده است که می‌گفت: آن روز سر شخص از روی تنش می‌پرید و نمی‌فهمیدند چه کسی سر او را از تن جدا کرد. دست شخص از تنش جدا می‌شد و نمی‌فهمیدند چه کسی به او ضربه زده است. علی ابن ابی طالب نیز می‌گوید رسول خدا در روز بدر به من و ابوبکر گفتند: با یکی از شما دو تن جبرئیل همراه است و با دیگری میکائیل. اسرافیل نیز از جمله فرشته‌های بزرگ است که شاهد صحنه نبرد است یا در نبرد شرکت دارد. نشانه‌های شکست و پریشانی در صفوف مشرکان پدیدار گردید. در برابر حملات شدید مسلمانان صفوفشان در هم میشکست. کارزار به پایانش نزدیک میشد. مشرکان دسته دسته به صورت پراکنده میگریختند تا آنکه شکست مشرکان قطعی گردید. جنگ بدر با شکست قطعی برای مشرکان و فتح مبین برای مسلمانان پایان یافت و در آن نبرد به تعداد 14 تن از مسلمانان که شامل 6 تن از مهاجرین و 7 تن از انصار بود به شهادت رسیدند. اما مشرکان خسارت‌های زیانبار و کمرشکنی دیدند. 70 تن از آنان کشته شد و 70 تن از آنان اسیر شد که همه آنها سران و بزرگان قریش بودند. مشرکان دیگر به صورت سازمان یافته گریختند و در دشت‌ها و کوه‌ها پراکنده شدند و با بیم ترس و هراس راه مکه را به پیش گرفتند. نمی‌دانستند که چگونه از شدت شرمساری وارد مکه شوند. و این بود داستان جنگ و یا غزوه بدر که به صورت خلاصه بیان گردید. و برای بهتر شدن ویدیوها نظرات خود را در بخش کامنت ها با ما شریک بسازید و ما را از دعای خیر خویش فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.